سلام دوستان، خوش اومدین. امروز قراره درباره قسمت 13 سریال محکوم صحبت کنیم. سریالی درام و اجتماعی از سال 1403 که در 1404 منتشر شد و با حضور بازیگرانی مثل ساره بیات، پژمان جمشیدی، کوروش تهامی، مهران غفوریان و چند چهره محبوب دیگه تونسته از ابتدا توجه خیلی زیادی جلب کنه. اگر اولین بار این سریالو میبینید یا فقط اومدید بدونید قسمت 13 چطوری بوده. بذارید خیلی کوتاه بگم. داستان درباره نسرینه. دادیاری که همسرش رو از دست داده و تلاش میکنه زندگی تازه‌ای برای خودش و پسرش بسازه. اما مخالفت پسرش با تغییرات جدید و فشارهای سنگین پرونده‌های کاری یه موقعیت سخت براش درست کرده که این سریال حول همین تنش‌ها میچرخه. قسمت 13 چند نقطه اوج داره که بدون اسپویل میتونم بگم از بهترین لحظات سریاله. اول از همه فشار روحی نسرین که در این قسمت به بالاترین حد خودش میرسه. در چند صحنه مشخص بازی ساره بیات فوق‌العاده است و کاملاً میتونی استرس و کشمکش داخلی شخصیت رو حس کنی. دومین نکته مهم اینه که پرونده‌ای که نسرین روش کار میکنه در این قسمت پیچیده تر میشه. چیزهایی که فکر میکردیم درستن زیر سوال میرن و رفتار چند نفر مشکوک تر میشه. اتفاقات قسمت 13 فقط در همین قسمت نمیمونن. این اپیزود عملاً پایه چند اتفاق مهم آینده رو میسازه. تصمیم‌های نسرین، واکنش پسرش و پیچیدگی پرونده باعث میشه از قسمت 14 به بعد مسیر سریال جدی‌تر، تندتر و حتی غمگین‌تر بشه. در مجموع قسمت 13 محکوم یکی از قسمت‌های کلیدی و پراتفاقه. تنشش زیاده، ریتمش تنده، بازی‌ها فوق‌العاده است. و چند نکته روایت رو وارد فاز تازه‌ای میکنه. اگر این سریال رو دنبال میکنید، قسمت 13 قطعاً از اون اپیزودهاییه که نمیشه ازش گذشت. و اگر هنوز شروع نکردید، این قسمت یکی از دلیل‌های جدیه که بدونید محکوم ارزش دیدن داره.